سلام و درود خدمت همه PTSD های عزیز. امیدوارم که حالتون عالی باشه و همیشه پرسود باشید. میریم سراغ ویدیو بعدی از دوره معامله‌گری جامع گروه آموزشی پورتریدینگ سیستم. مبحث پرایس اکشن و های فرکانسی تریدینگ HFT ها. خب ما اگر بخوایم پرایس اکشن رو در واقع یاد بگیریم، برای مرحله اول باید برنامه‌های تریدینگ رو بشناسیم، چون خب کل مارکت با برنامه‌های تریدینگ داره کنترل میشه و از در واقع معروف‌ترین برنامه‌های تریدینگ که اکثر بانک و مؤسسات ازش استفاده میکنن های فرکانسی تریدینگ هستش. خب ببینید یه مبحثی داریم تحت عنوان جبر مارکت. یعنی هر کسی که وارد بازار میشه معمولا این مراحل رو طی میکنه، یعنی از زمانی که حالا آشنایی پیدا میکنه با بازار جهانی و زمانی که ترید کردنش رو شروع میکنه معمولا به این موارد بر میخوره و توی چرخه‌ای قرار میگیره که حالا بریم ببینیم چی هستش. اولین چیزی که وجود داره، یه مارکت تمایل داره کاری که اکثریت انجام میدهد رو انجام بده. این یعنی چی؟ ببینید بازار کلا تحت عنوان عرضه و تقاضا حرکت میکنه و نوساناتش تحت عنوان عرضه و تقاضاست که ایجاد میشه. این به چه منظوره؟ زمانی که عرضه بزرگتر یا بیشتر از تقاضا باشه، قیمت شروع میکنه پرقدرت به سمت پایین حرکت میکنه و هر کف و کفهای قبلی رو میشکونه و به سمت پایین شتاب میگیره، حرکت میکنه و این نشون دهنده قدرت عرضه کننده ها هستش. از طرف دیگه اگر تقاضا کننده قدرتش بیشتر باشه، خب طبیعتاً به عرضه کننده قدرتش غالب میشه و باعث میشه که دائما سقف‌های قبلی زده بشه و قیمت به سمت بالا حرکت بکنه. بازار در واقع اون کاری رو انجام میده که اکثریت انجام میدن و اصلا واسش مهم نیست که شما اونجا بای زدی یا سل زدی. هر طرفی که قدرتمند باشه به اون سمت حرکت میکنه و اگر قدرت‌ها برابر باشن معمولا بازار دو طرفه میشه و یک حرکت سایدوی یا تریدینگ رنج رو داریم. یعنی بازار دو طرفه میشه، حالت پول بک، و رو سقف و کف‌ها مداوم معامله میشه. سقف‌ها فروخته میشه، کف‌ها خرید میشه و این چرخه تکرار میشه تا بازار از یک سمت عرضه و تقاضا قدرت بگیره و به اون جهت حرکت بکنه. پس کلا مارکت تمایل داره کاری که اکثریت انجام میدن، کاری که قدرتمندا انجام میدن، قدرت به اون سمت هست، به همون سمت حرکت بکنه و هیچ در واقع اهمیتی به احساسات شما نمیده. خب ما کل کارمون همینه دیگه. از لحاظ فنی میایم به سمت چپ نمودار نگاه میکنیم، اونو فرض میکنیم مثلا یه نموداره، اینجا یک سری اتفاقات افتاده، ما به سمت چپش نگاه میکنیم، اتفاقات و کانتکست کلیشو بررسی میکنیم و پیش بینی میکنیم که از اینجا میخواد بیاد پایین یا میخواد بره بالا و پلن و برنامه معاملاتیمون رو بر اساس این اتفاقات گذشته ست میکنیم. به طور مثال مثلا اینجا اگر یک سطحی باشه، شما یک پلنی روی این سطح داری، مثلا اینجا سلر هستی، بایر هستی، اینو بعد از قبل مشخص کرده باشی بر اساس تحلیل و توصیفت نسبت به اتفاقای گذشته. حالا روی این سطحت اگر در واقع اون برنامه‌ت، اون در واقع استراتژی ورودتو داشت، میتونی بر اساس پلنت وارد بشی. خب داستانی که وجود داره، معامله‌گرا چون میان این نوسانات رو میبینن، کسی که تازه شروع کرده به کار این نوسانات رو میبینه، میگه خب آقا منم میتونم از این نوسانات پول در بیارم و وقتی داره اینا رو میبینه حرکت میکنن، دوست داره اینا از تمام این نوسانات پول در بیاره و چون خیلی جاها توی دام میفته و بلد نیست تکنیک‌های مدیریت سرمایه یا کنترل احساسات رو، اتفاقی که میفته هی دائما پول از دست میده و این اتفاق باعث میشه که به سرعت یاد بگیره چجوری پول از دست بده. وقتی یه مقدار قابل توجهی پول از دست میده، دنبال اینه که آقا از این و از اون کمک بگیره، میره 80 تا پیج رو نگاه میکنه، با 80 تا استاد صحبت میکنه، این ور اون ور، بعد در نتیجه به نتیجه خاصی نمیرسه و اتفاقی که میفته اینه که هر کی هر چیزی میگه گوش میکنه و همه دوره‌ها رو شرکت میکنه. این میگه یه چیزی، مثلا میگه اینجا این اتفاق میفته، آقا این کارو انجام بدید.
نه اون یکی میگه اینجا اینجوریه میره اون کار انجام میده و در نهایت یک مخلوطی از همه چی به دست میاره که هیچ نتیجه‌ای بهش نمیده و همین جوری هی پول از دست میره تا به سمت کال شدن حرکت کنه. بسیاری مثل پیامبران موضع میکنن که آقا این الگوهای کندل استیک راه رسیدن به بهشت بازارهای مالی. خیلی هستن، خیلی اساتید میاد میگه آقا یه الگوی بولیشنگولف دیدی؟ به طور مثال خیلی هم قشنگ کشیدم، ببین جامه، بیشتر جامیه که از سمت راست خورده شد. اینو دیدی آقا بپر تو معامله، این راه نجات توه، این با این پول در میاری، اینا هر جا دیدی بپر تو معامله. در صورتی که اصلا اینجوری نیست. حالا بریم جلوتر بهتون میگم. سفته بازا، توضیح راجع به سفته بازا بدم. تمام کسایی که دی تریدر اسکالپر هستن و دائما دارن نوسانگیری میکنن تحت عنوان سفته بازا معروفن، یعنی به این افراد میگن سفته باز. حالا فکر نکنید طرف میره کاغذ اینا میخره کار میکنه، منظور اونجوری نیست. کسایی که نوسانگیری کلا تو طول روز انجام میدن تو بازارهای جهانی بهشون میگن سفته بازا. حالا بانک، شخص یا هر شخصی که یک بستری در اختیارشون میتونه این کارو انجام بده بهش میگن سفته باز. ولی الان توی یک اشل بزرگتر داریم بررسیش میکنیم، مثل بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ. میگه سفته بازا شرکت‌های HFT و هج فاندها ثروت زیادی کسب میکنن. آقا شما همین چارتایی که اینا شما دارید میبینید توی دام میافتی باهاش، اونا با همون چارتا دارن کار میکنن ولی پول زیادی دارن به دست میارن، اما اونا هیچ وقت از الگوی کندل استیک استفاده نمیکنن. اون اصلا واسهش مهم نیست الان اسم این الگوه بولیشنگولف یا هر چیز دیگه ای، اون بر اساس یک سری چیزهای دیگه، یک سری شواهد دیگه این کار رو انجام میده. دوستان این نکته رو بهتون بگم، ببینید راجع به همین کندل استیک هزار کتاب اومده و اینو توضیح داده. وقتی اینقدر منابع در دسترس هست و این موضوع همه میدونن که یک همچین چیزی رو وقتی روی چارت نشون میده همه میان باهاش بایی میزنن، خب این بانکه اینو میدونه و معمولا میاد خلاف جهت شما حرکت میکنه. حتی این به این معنی نیست که بخواد پول شما رو بزنه، این میاد اگر قرار باشه مارکت به سمت بالا حرکت کنه، این میاد توی قیمت بهتری خرید خودش رو انجام میده و پوزیشنش خب ریوارد بیشتری میگیره. برای اینه که حالا این حرکت خلاف جهت داره، هم استاپ شما میخوره، همین استاپ شما وقتی از معامله خارج میشی تا بیای به خودت بیای چی شد این استاپ خوردی، هم میبینی او قیمت پر قدرت اومده بالا و شما از این موجی که اینجا اتفاق افتاده جا موندی. پس باید هوشمندانه تر توی بازار عمل کنی. حالا به صورت کلی میریم جلوتر متوجه میشید. پس اگه پرایس اکشن یعنی کندل استیک پرایس اکشن نیست، پرایس اکشن به صورت کلی چیه؟ ببینید ما کل بحث فنیمون روی پرایس اکشنه و تحلیل و معاملاتی که انجام میدیم تماما بر اساس پرایس اکشنه و نه راه دیگه ای. حالا این پرایس اکشن چیا هستش؟ فشار خرید و فروش اولین مبحثی هست که توی در واقع پرایس اکشن هستش. مثلا شما توی یک محدوده معامله قرار دارید مثل این، بازار اینجا داره سایدوی حرکت میکنه، شما باید اینجا فشارخونی انجام بدی، حالا به چند روشی که تو ادامه باهاتون کار میکنم ولی یکی از روشش رو اینجا بهتون میگم که ببینید بازار تمایل داره به کدوم سمت بریک بکنه و حرکت بکنه. این فشارخونی شما چجوری انجام میدید؟ میاد میبینید آقا اینجا چند تا کندل مثلا سفید هست، از اینجا مثلا تا اینجا چند تا کندل طول کشیده به سمت بالا حرکت کنه، یا از اینجا تا اینجا چند تا کندل طول کشیده به سمت پایین حرکت کنه. هرچی تعداد کندل ها کمتر باشه نشانه چیه؟ نشانه اینه که فشار توی اون سمت بیشتره. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا میگم از این بالا سعی کرده باشه تعداد کندل کمتری به سمت پایین بیاد، یعنی فشار سلرها بیشتر از فشار بایرهاست. مثلا اینجا از اینجا میخواد بیاد بره بالا با تعداد کندل بیشتری سعی میکنه این ناحیه بالا رو تاچ بکنه. این یه نوع فشارخونی هستش مثلا میتونید انجام بدید. یه نوع دیگهش مثلا اینه که شما بیای تو این محدوده معامله بیای ببینی اون سقف و کف هایی که مثلا داره زده میشه بالاتر یا پایینتر هستش. وقتی این سقف و کف داره میاد بالاتر و از یه طرفی هم بر اساس چیزی که قبلا گفتم فشار روی بالا بیشتر، یعنی با تعداد کندل کمتری خودش رو به سطح بالا میرسونه، یعنی اینکه آقا فشار خرید خیلی بیشتر فشار فروشه. پس باید دنبال پلنی بگردی
که به تو ستاپ بای بده و این پس میشه یک نوع فشارخوانی کردن. یک سری فشارخوانی دیگه هم هست که تو مبحث نقطه ورود ازش استفاده میکنیم که روی الگوهای کندلستیک خیلی با اونا کار میکنیم که حالا بهش میرسیم. من خیلی بهش اشاره نمیکنم که گیج بشید. مبحث بعدی قدرت روند هستش که توی ویدیو بعدی به مبحث تعریف روند و قدرت روند میپردازیم که آقا مثلا میگم الان این روند سودیه قدرتش چقدره، چون یک روند قدرتمند قوانین معاملاتیش متفاوته با یک روندی که قدرت کمتری داره، حالا داره با شیب کمتری حرکت میکنه. پس باید اول بدونی که این روند قدرتش به چه شکل. حالا طی تکنیکایی که بهتون تو جلسه بعدی میگم راحت میتونید این قدرت روند رو شناسایی بکنید. و مبحث بعدی احتمال برد و نسبت ریسک به ریوارد. ببینید ما کلاً از اینجا به بعد کارمون خب وارد مباحث فنی میشیم و روی اون مبحث فنی باید وارد ترید هایی بشیم که درصد احتمال بردش بالای 60% باشه یا بالای 50% باشه. و حالا توی مباحثی کار میکنیم روی احتمالاتی که حالا وجود داره بهتون میگم مثلا این حدوداً 60% 50% احتمال برد داره و سیستمی رو باید طراحی بکنید به صورت کلی و ستاپ هایی رو باید در نظر بگیرید که احتمال بردشون بالای 60%. و یک داستانی هم داریم تحت عنوان نسبت ریسک به ریوارد. مثلا شما الان میخواید یک معامله بای روی این سطح انجام بدید، اینجا نقطه ورودت فرض مثلا، اینجا یک حد ضرری داری، مثلا این حد ضرره 10 پیپه، 10 واحده. خب این 10 واحده نسبت ریسک به ریواردش مثلا تی پی شما روی ناحیه قرار داره که به شما تی پی 3 یا 2 رو حداقل میده. این معامله خوبیه، 60% احتمال برد داره، تی پی تون هم ریسک به ریواردتون هم در واقع 1/3 هستش، یه واحد ریسک در ازای 3 واحد تی پی یا سود. و این نشان دهنده اینه که خب همه چی مبنی بر اینه که شما باید وارد معامله شی و این تی پی رو بگیری از بازار. مثلا اگه 10 پیپ استاپت هست، اینجا 30 پیپ داری تی پی میگیری و خیلی چیز خوبیه، معامله گریت هم مثبت میکنه. و این هم جزو مواردی که باید تو پرایس اکشن حتما کار بشه، که جزو مواردی که حتما توی مسائل فنی خیلی روش کار میکنیم، چون ما از لحاظ مدیریت سرمایه وارد معاملاتی میشیم که تی پی بالای 2 برامون داشته باشه. چرا؟ چون ما روی اون حالا 60% یه چیزیه که ذهنی حالا بر اساس اتفاقات گذشته داریم بررسیش میکنیم میگیم 60%، ولی خب 40% هم احتمال خطا داره. در نهایت با این ریواردایی که شما میتونید در واقع سود تو مرحله سوددهی قرار بگیرید. ببینید فرض کنید که یک سیستمی دارید که 30 تا 40% وین ریتش، یعنی احتمال برد داره. یعنی از 100 تا تریدی که انجام میدید برای شروع کار فرض کنید، حالا یه سیستمی رو انتخاب کردید بعد بهینه‌اش کنید دیگه. تو مرحله اول مثلا 30 تا 40% دقت داره، یعنی از 100 تا معامله 40 تاش برد میشه، 60 تاش ضرر میشه. این یعنی این که آقا من الان وقتی 40 تا معامله برد دارم، اگر با تی پی 1 در نظر بگیرم یعنی 1/1، خب مسلما من تو ضرر قرار میگیرم. ولی اگر بیام تی پی مو بیارم بالای 2، چه اتفاقی میفته؟ مثلا با همین تی پی 2 با دقت 40، من 40 تا معامله‌ام سود بشه با تی پی 2، 80 تا تی پی میگیرم ولی 60 تا اس ال میخورم و این باز هم یعنی من 20 تا تی پی گرفتم. این 20 تا تی پی من اگر 2% وارد معامله شده باشم، عرضم خدمتون که ضرب در 20ش بکنم 40% تقریبا سود میشه و خب اینه که منو توی مرحله سوددهی در واقع قرار میده. بریم مبحث بعدی. یک مبحثی از تحت عنوان مدیریت معامله. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من وقتی اینجا نقطه ورودمه، از اینجا معامله من رفت تو سود، چه جوری مدیریتش کنم که هم سودم از بین نره و همین که معامله‌ام با ضرر تبدیل نشه، که اینا تکنیک‌های مختلفی داره از لحاظ پرایس اکشنی که تو ادامه بحث مانی منیجمنت یا مدیریت سرمایه خیلی باهاش کار دارم و این تکنیک‌ها رو کامل بهتون میگم. الان ذهنتون رو درگیر نمی‌کنم، حالا یکیشو بهتون میگم فقط
در حد اینکه آشناشید. مثلا اینجا نقطه ورودتونه، اینجا حد ضرریه که شما مد نظرتون هستش. معامله شما میاد اینجا، حالا حرکت میکنه میره تو سود. اینجا تیپی مثلا 1 شماست فرض مثال. وقتی میرسه اینجا و دوباره از رو تیپی که تون رد میشه، شما این حق داری که بیای استاپ لاس یا اون حد ضرر رو منتقل کنی به بالای نقطه ورودت، که اگر این قیمت حرکت کرد رسید اینجاها رد شد، شما معاملات بدون ضرر با کمی سود بسته شده باشه. حالا این یه تکنیکشه که بهش میگن ریسک فری کردن. حالا فعلا باش کاری نداریم. میگه آقا همه اینا شد مبحث پرایس اکشن، اوکی، ولی ما به همه اینا و بیشتر از اینا احتیاج داریم. برای اینکه یک معامله‌گر حرفه‌ای بشیم، الگوی کندلستیک در مجموع غیر ضروریه، ولی میتوان به عنوان عضو کوچکی از پازل موفقیت کمک کننده باشه. خب ببینید، ما کندلستیک رو به صورت کلی نمیذاریم کنار و توی مباحث آموزشیمون هم هست، ولی به یه دید دیگه‌ای بهش نگاه میکنیم و وقتی دیدمون رو عوض میکنیم اصلا مهم نیست اسم الگو چیه، هر چی فرمیشن به اون صورت دیدیم یا فشار خرید داره بهمون نشون میده یا فشار فروش، و کمکمون میکنه برای توصیف کردن موقعیت چارت و ورود به معامله. خب آقا، شما الان گفتی که این کندلستیک کتاب کلی داره و همه میدونن اینو و به خاطر همین اکثرا جواب نمیده. این پرایس اکشن چیه که خب اینم کلی کتاب داره، کلی سورس داره، کلی منبع داره، چرا وقتی همه اینو میدونن هنوز کار میکنه، جواب میده و شما میتونی باهاش سود بگیری؟ بریم دلایلش رو با هم دیگه بررسی کنیم. اولین چیزی که هست، میگه اون ضریبی که برای خطا هست کوچیکه و همه اشتباهات کوچیک رو تکرار میکنن. یعنی چی؟ یعنی شما حالا بر اساس پرایس اکشن اینجا اومدی ورود کردی و یک استاپ کوچیک داری، این استاپ کوچیکه که میخوره چیز مهمی نیست، یه چیز کوچیکه، این اشتباه همه میکنن. چون شما نشستی وقتی پشت مانیتور داری تجزیه تحلیل میکنی، باید سریع تصمیم بگیری رو اتفاقات گذشته چارت، میشه توصیفش کرد، ولی کل اون اتفاقات با کل هیجان و 1000 تا داستان اتفاق افتاده که شما تو تصمیم گیریت به مشکل میخوری و زمانی که داری با این روش کار میکنی درکت از چارت بهتر میشه، ولی خب یه جاهایی هم اشتباه میکنی و اشتباه همه میکنن، اگر کوچیک باشه مسئله نیست. وقتی شما مدیریت سرمایه بلدی، ترید پلن داری، مسائل روانشناسی و بهش آگاهی، دیگه حالا استاپ هم بخوری اصلا مسئله نیست، چون بلدی با یک سری تکنیک اون حسابو دوباره برگردونی. یک موضوع دیگه که وجود داره اینه که آقا بهترین آنالیست‌ها در بهترین حالت 60 تا 70% دقت دارن. اگر دیدی کسی داره بهت میگه آقا بیا من 100% تحلیلام درسته، واقعا بدون هیچی از بازار واقعا نمیدونه، یعنی فکر میکنم هیچی حالیش نمیشه، کلا ندیده بازار، اصلا این چارت رو ندیده، تهش شاید جسارت نشه تو بورس ایران کار کرده و خب اینو شما هر جا بخری بالاخره میره بالا دیگه، سود میکنی، خیلی تحلیل خاصی نمیخواد. ولی توی بازار فارکس یا بازارهای جهانی به صورت کلی ما مبحث نقطه ورود و حد ضرر داریم که بحث مهمیه از کار. یعنی شما نقطه ورود اگر بهینه نباشه عمده معاملات تو ضرر قرار میگیره. پس اونجوری هم نیست که حالا همه چی رو مدیریت سرمایه باشه، درسته، ولی باید نقطه ورود بهینه‌ای باشه. یعنی فرض کن مثلا میگم این موجو در نظر بگیر، این موجو شما میتونستی با مباحث پرایس اکشنی اینجا وارد چی، وقتی اینجا رو دیدی میخوای اینجا وارد چی استاپت این پشته. خب این خیلی در واقع ریواردتو کوچیک میکنه و ریسکت بزرگتر میشه و معادله معامله‌گری مثبتی واسط ایجاد نمیکنه. پس هر جا دیدی کسی داره با قطعیت راجع به بازار صحبت میکنه، واقعا بدون هیچ چیز بازار نمیدونه. هیچ کس نمیتونه 100% پیش بینی کنه بازار رو و به خاطر همین عدم قطعیتشه که کلی استراتژی و فکر داخلش هست و اون کلی استراتژی و فکر دارن کار میکنن. یه روزایی اصلا روز شما نیست، یه روزایی اصلا معاملات شما جواب نمیده، به خاطر اینکه بازار داره با یک سری برنامه‌های دیگه حرکت میکنه. برای همینه که ما حد ضرر روزانه میذاریم. پس خواهش میکنم ازتون از این مواردی که آقا بیا 100% تحلیل واسط درست کردم، برو صفا کن، زندگی تو عوض کن، بیا الان بیت کوین رو 40,000 همه خریدن،
الان اومد رو 34 35 هزار. خب این واقعا نمیشه روش حساب کرد و الان هم خدا رو شکر یه جوری شده که 2 تا کانال مثلا نگاه میکنی طرف با 100% اطمینان میاد میگه آقا این جی پی یو اس دی الان میاد پایین میره بالا. بابا نیست اصلا همچین چیزی. ببین مثلا بهترین معامله‌گرا که تو دنیا هستن نهایتا 70 تا 80% کارشون دقت داره و روی هیجانات نباید تصمیم بگیری، باید منطقی باشید توی بازارهای جهانی و این داستان با بورس ایران فرق میکنه. حتی همون ارزهای دیجیتال هم اگر بخواید کار بکنید نباید مثل بورس ایران نگاش بکنید و همینجور شارپ داره میره بالا برید بخرید بعد یهو بریزه بگید آقا ما ضرر کردیم چی شد چرا اینجوری شد، داشت میرفت بالا گفتن تا 150,000 میره، یه خبری اومد بیرون گفتن تا 150,000 میره دیگه همه از 40,000 خرید زدن. خدا رو شکر. بگذاریم. با بهترین معامله‌گرای دنیا داری رقابت میکنی، یعنی اینکه خب ببینید اون مؤسسات و بانک‌های بزرگ دائما افرادی پشت اون سیستم و اون برنامه‌هاشون نشستن که اونا افراد خیلی قوی هستن، تحلیلگرای خیلی بزرگی هستن و اونا خبرگان بازارن و شما هم داری با اونا رقابت میکنی. پس انتظاری نباید داشته باشی که همه معاملاتت با تیپی بسته بشه. طبیعتا اونی هم که پشتش نشسته داره این کارا رو انجام میده، این معاملات رو داره انجام میده، اون فرد خبره‌ای هستش، باهوشی هستش. طبیعیه که شما استاپ لاس بخورین، خیلی چیز عجیبی نیست. اینا رو کلا دارم بهت میگم که تو طول مسیر زمانی که استاپ لاس خوردی ناراحت نشی. و یک لحظه اجازه بدید، یک مشکل فنی پیش اومد، عذرخواهی میکنم، یک مشکل فنی پیش اومده بود. بریم بپردازیم به ادامه ماجرا. ببینید یک نفر میشینه فوتبال رو نگاه میکنه و میگه اگه طرف اینجا این کارو میکنه اونجوری میشد تو گل میشد. مثلا مثل کریستیانو رونالدو، مثلا میاد بازی کریستیانو رونالدو رو میبینه، حرکات اون بازیکن رو درک میکنه و فکر میکنه خیلی ساده است، ولی خودش تو زمین فوتبال نمیتونه اون کارا رو اجرا بکنه. این هم داستانش همینه، میگه دانستن که چطور فوتبال بازی کنی یا اینکه مثل کریستیانو رونالدو با فوتبال زندگی کنی خیلی متفاوته. شما هم وقتی داری این مسائل رو یاد میگیری باید سعی کنی رو چارتا اجراش بکنی. شما یه چیز رو توی این مسائل یاد بگیر، تو کل این همه این چیزایی که من دارم میگم توی این دوره یه کدومش رو یاد بگیر، به همون بچسب، توی همون انقدر حرفه‌ای شو که صاحب نظر بشی، بتونی یک نظریه جدید بر اون اساس بدی. دیگه به هیچ چی احتیاج نداری واقعا. به جای اینکه بیای همه مطالبی که همه جا هست رو بدونی، فقط یک چیز رو یاد بگیر و خوب اجراش کن و سعی کن که اون یک چیزی که یاد گرفتی انقدر بری انجام بدی و روش کار کنی که بهینه بشه، شخصی سازی خودت بشه، وین ریتش بیاد رو 70%. شما وین ریت سیستمت بیاد رو 70%، فقط کافیه یه تیپی 2 بگیری. یعنی چی؟ 70 یعنی 100 تا معاملات رو در نظر بگیر، 100 تا معاملات 70 تاش درست در میاد، درسته؟ 70 تا درست در میاد با تیپی فقط 2، 30 تاش هم ضرر میشه به درک، اصلا مهم نیست. 30 تا هم استاپ خوردی. چه اتفاقی افتاده؟ 140 تا تیپی گرفتی در ازای چی؟ 30 تا اس ال. 110 تا تیپی میشه 1% زده باشی میشه 110%، اگه 2% زده باشی میشه 220%. خب پس سعی کن که یک چیز رو یاد بگیری تا انقدر بهینش کنی که به 70-80% برسونیش و بشی مثل همون کریستیانو رونالدو که داره تو زمین فوتبال بازی میکنه. واقعا اینا جدا از هم نیستش. ببین شما حالا هر حرفه هر کاری رو در نظر بگیری، فردی که به یک جایی میرسه تو یک چیزی خیلی مهارت داره. مثلا کریستیانو رونالدو اصلا توپ هم نگاه نکنه، نمیدونم اگه یادتون باشه بازی منچستر با یوونتوس بود، فکر میکنم حالا هافک وسطش نمیدونم کی بود، بلند انداخت پشت محوطه منچستر، اصلا رونالدو توپو ندید، داشت دخیا رو میدید،
توپ اومد همینجوری پا زد رفت تو گل. خب این نشون دهنده اینه که این توی زمین مهارت داره، کنترل داره روی مغزش، تمرکز داره، اون کاری که باید انجام بده رو واقعا به بهترین نحو ممکن انجام میده. ولی شاید مثلا نتونه مثل فنداک مثلا بخواد دفاع انجام بده، ولی اون تو اون پستی که قرار داره چیزی که مربی ازش میخواد و به درستی انجام میده. یا مثلا یکی مثلا نگاه میکنه میخواد سر بزنه، طرف انقدر رو زمین بلند میشه، میگه خیلی کار آسونی داره انجام میده. شاید همینجوری انقدر بپره بتونه اندازه اون بپره، و اینکه تو اون بازی 10 تا دفاع جلوشه، میاد رو سر همه بلند میشه میزنه، تازه بلند شده سره رو زده، اون مدافع میخواد بلند شه، این نقطه وروده میمونه. شما وقتی تو یک برنامه مهارت داشته باشی، قبل از اینکه همه بخوام وارد شن شما وارد میشی، تازه همه اینجا میخوان وارد شن شما اینجا وارد شدی، و این نشون دهنده اینه که تبحر پیدا کردی توی این مهارت و بعد خودتو به این سطح برسونی اگر میخوای تو این بازار موفق بشی. و این نکته دیگه هم که اصلا اینو بارها تو همه ویدیوها گفتم، بازم میگم، راز موفقیت توی بازارهای مالی فقط ماندگاریه. فقط باید بتونی توی بازار بمونی، و اگر بتونی توی بازار بمونی در نهایتش موفقیته. ببینید باز هم میگم این بیزینس یک بیزینس 2 تا 5 ساله هستش. نباید به این دید بهش نگاه کنی که آقا من الان 20 ساله 30 ساله 50 ساله یه راهی رو نتونستم برم، این چارتا داره حرکت میکنه، من میام روی اینا قمار کنم، یهو زندگیم از این رو به اون رو شد. هر جا اینجوری فکر کردی، این احساس به دست داد، بدون همونجا داری با سر میخوری تو زمین و راه برگشت دیگه وجود نداره. من تمام این راه ها رو دارم بهت میگم، من توی بحث عمر معامله‌گری هم بهتون گفتم، همه اینا رو دارم بهتون میگم شما توی بازار در نهایت بمونی، توی این بازاره بمونی، مارجین نکنی حسابو، چون کسی که حسابشو مارجین بکنه انقدر میترسه و ترس میاد سراغش که دیگه دستش رو اون بایوسله حداقل تا یه تایمی نمیره، نمیتونه معامله کنه. آقا داره میبینه اینجا داره قیمت میاد پایین، میخواد حرکت کنه بیاد پایین، نمیتونه بزنه این بایوسله رو، بعد قیمت حرکت میکنه، یه قیافه هم به خودش میگیره و میاد دیدی گفتم این حرکت میکنه میاد پایین. آقا باید بزنی این دکمه رو، باید بزنی، تا زمانی که نزنی هیچ فایده ای نه واسه خودت داره نه واسه دیگران. پس سعی کن که بمونی تو بازار که این ترس سراغت نیاد در وهله اول، بتونی با اعتماد به نفس کارتو انجام بدی و سعی کن که به تمام این نکات روانشناسی که داریم در واقع تو این دوره بهت میگیم کاملا توجه بکنی. بریم مبحث بعدی. همونجوری که خدمتتون عرض کردم، بازار توسط برنامه‌های تریدینگ کنترل میشه. یعنی تمام این نوسانات اکثرا با برنامه‌های تریدینگ و از معروف‌ترین برنامه‌های تریدینگ HFT ها یا های فرکانسی تریدینگ ها هستن، معاملات فرکانس بالا، معاملات تعداد بالا. ما هممون تنها در حالتی میتونیم پول در بیاریم که ذهن‌خوانی اینا رو انجام بدیم، تو جهت اینا حرکت بکنیم. آقا این قدرت داره یک جهتی به بازار میده، این برنامه‌های تریدینگ، این جهته که داره میده من باید اینجا وایر باشم، داره میاد پایین این برنامه داره کنترل میکنه بازار، من تنها در حالتی میتونم سوده باشم که تو جهت اینا حرکت بکنم و خب خیلی چیز طبیعی هم هست. سیستمای این برنامه‌های تریدینگ الگوریتمیه بر پایه هر چیزی که فکرشو بکنی. شما میرن چارت رو نگاه میکنی، مثلا میای بر اساس این نوسانات کلی یک الگویی به دست میاری، شما یه نفری 100 تا الگو به دست میاره، حساب کن هر نفر میتونه میلیون ها میلیون ایده به ذهنش برسه و اینا رو الگوریتم کنه بده به این برنامه. پس بر اساس هر چیزی که فکرشو بکنی این برنامه‌های تریدینگ کار میکنن. برای همینه که اصلا من مبحث حد ضرر روزانه رو بررسی میکنم و حد ضرر روزانه دارم. چرا؟ چون یه جاهایی نباید مقاومت بکنی، مشکل کار شما نیست، اون روز بازار با برنامه شما با فکر شما حرکت نمیکنه. هزاران برنامه هستش که هزاران نفر دارن کار میکنن، بعد اونا هم سوده باشن دیگه. پس اون روز برنامه‌های اوناست، اونا دارن سود میگیرن از بازار، روز شما نیست. سعی نکن بخوای با این رونده با این
اتفاقی که داره میفته بجنگی، هی وارد چی، هی ضرر، هی وارد چی، هی ضرر. در نهایت اگه سودم کرده باشی سودا رو بدی بره و حسابو منفی کنی. حتی در بازارهای رنج هم حجم قابل توجهی شامل میشن. شرکت‌های بیشماری در حال خرید و شرکت‌های بیشماری دیگری در حال فروش هستن. ببین الان مثلا ما خودمون یه تیم معامله‌گری هستیم. من تفکرم روی بای جناب علی، مثلا تفکرش روی سل اونجا جناب آقای کیانی مثلا میگه من اینجا نظری ندارم و هر کی اینجا یک نظری میده. ما چندین نفر آدم هستیم، همه تفکرات خودشون رو روی چارتا پیاده میکنن، هیچکی با تفکر اون یکی کار نمیکنه. حالا شما تو اشل بزرگتر اینو در نظر بگیر، میگه شرکت‌های بیشماری در حال خرید و شرکت‌های بیشماری در حال فروشن. آقا اینا دارن دائما با هم دیگه میجنگن که این نوسانات داره ایجاد میشه. حالا تو این جنگه هر کدوم از لحاظ مالی و اوردرگذاری قوی‌تر بودن، بازار به اون سمت چربید حرکت میکنه و همون چیزی خدمتتون عرض کردم، مبحث عرضه و تقاضا. برنامه‌های معاملاتی تمام حرکت بازار را کنترل میکنن. خب حالا یکی از اون در واقع برنامه‌های تریدینگ HFT ها هستن. بریم یه توضیح و یک سری مزایاش رو ببینیم چیه. اولا اینکه وقتی این شرکت‌ها الگوریتمی دارن کار میکنن، این برنامه‌هاشون روی چارت داره پیدا میشه، پس این برنامه و نحوه کار اینا مخفی نمیمونه، ما میتونیم اینا رو درکش بکنیم اگر علم پرایس اکشن رو پیدا بکنیم. اگر یاد بگیریم چه جوری با کندل خانی ذهن خانی اونا رو بکنیم 100% سود خواهیم بود. یعنی ما میایم رفتار قیمت رو بررسی میکنیم که ذهن خانی این برنامه ها رو انجام بدیم. در نهایت بیشترین حجم معامله روزانه رو دارن، یعنی این برنامه‌های HFT بیشترین حجم معامله که توی روز از لحاظ مالی اتفاق و معاملات اتفاق میفته رو شامل میشن. اینا برای سودای بسیار کوچیک اسکلپ میکنن و تعداد معاملاتشون بسیار بالاست. مثلا میگم اونا تو تایم فریم ها که کار میکنن اصلا در دسترس ما نیست و اصلا انسان ها از لحاظ مغزی هم کشش گنجایش در واقع گنجایش این ظرفیت از سرعت و حجم رد و بدل شدن دیتا رو ندارن. مثلا تو تایم فریم 5 ثانیه 10 ثانیه اینا شروع میکنن مثلا اینجا معامله کردن، 10 ثانیه بعد معاملهش بسته میشه. ما اصلا خود پروسه تصمیم گیریمون 1 دقیقه طول میکشه، چجوری تو 10 ثانیه اینو پاس کنم ببندم اصلا نمیشه. و رباته که میتونه بدون احساسات بدون فکر طبق همون برنامه‌ای که بهش دادن عمل بکنه. اینا هی میان معاملات زیادی انجام میدن واسه سودای کوچیک، در واقع دارن اسکلپ میکنن ولی تعداد معاملاتشون بالاست و در نهایت برآیندشون مثبت. حالا یه مثال در ادامه بهتون میزنیم، یعنی بهتون میگم که این مسئله HFT واسهتون جا بیفته چجوری معامله انجام میدن. کمترین اثر رو برای قیمت دارن. خب همون جوری که گفتم خدمتتون، اینا وارد هر معامله‌ای که میشن به دنبال سودای کوچیکن و حجمای کمی رو وارد میکنن، ولی چون تعداد معاملاتشون در نهایت بالاست یه حجمی رو وارد بازار میکنن ولی در اون لحظه تاثیر روی قیمت ندارن. چی شد؟ پرید، ببخشید. بریم مبحث بعدی. 75% حجم معاملات رو این HFT ها میسازن و خب همونجوری که خدمتتون عرض کردم تعداد معاملاتشون بالاست و برای سودای کوچیک معامله میکنن، پس حجمایی هم که وارد معامله میکنن تو هر معامله کمه، ولی در نهایت چون تعدادش میره بالا 75% حجم معاملات رو این برنامه‌های HFT میسازن و حتی 25% عذرخواهی میکنم این اشتباه لپیش رو نادیده بگیرید، 25% از حجم و نهادهای دیگر، برنامه‌های دیگر، کامپیوترهای دیگر شامل میشن. فقط 5%ش در واقع برای ما هستش و 5% این حجم معاملات رو ما میسازیم. پس مؤسسات دنبال پول ما نیستن. البته ببینید دوستان، من اینا رو کلا دارم میگم که کلا این ذهنیت و فکر از سرتون بیرون بیاد. آقا این بانک میخواد پول ما رو بزنه، این بانک دنبال اون فکرش اینه که مثلا بره 150 میلیون دلار اون یکی رو بزنه و به 2 سنت و 10 دلار 20 دلاری که ما وارد معامله کردیم اصلا نگاه نمیکنه. اصلا چجوری بگم، فرض کنید مثلا این
کل حجم پولیه که وارد بازار شده ما اینیم. مثلا خالم باشه دیده نمیشه. اینا دنبال اینا هستن، این چیزایی که اینجا این وسط بزرگه اصلا ما به چششون نمیایم. پس کلا این باور از ذهنتون حذف کنید. بانک اومد استاپمو زد، بانک میخواد پول منو بخوره. شما باید هوشمند باشی. ببین شما یه کارو 100 بار تکرار میکنی، 100 بار داری استاپ میخوری، منفی میخوری. این میمونه که شما 100 بار بری اول پشتم خودتو بندازی، هر دفعه مثلا دستت میشکنه، پات میشکنه و به هر حال میگه خب چیزی نمیشه که این یه جای اشکال کارش یه جای دیگه است. به هر حال یه بار دیگه بپری در واقع میمیری دیگه، حالا دور از جونتون. ولی روی این که بخوای روی مسئله پافشاری بکنی این اشتباه خودته. بیا از اون اشتباه درس بگیر. بیا آقا این معامله ضرراتو بررسی کن، ازش درس بگیر. آقا دیگه اون اشتباه تکرار نکن. اصلا از اون یک برنامه سوده در بیا. و این باعث میشه شما موفق بشی، نه اینکه یه اشتباهی تکرار بکنی و حالا بذاری رو حساب این که من استراتژی دارم. اون استراتژی رو باید بررسی کنی، بهینه‌اش کنید. اگر میبینی یه چیزی هی داره تکرار میشه توی ماه‌های مختلف و روزهای مختلف، اشکال کار شماست. و یعنی اینکه باید یه چیزی رو درست بکنی و اون توی ضررات پیدا میشه نه تو سودات. حالا تو مسائل روانشناسی خیلی این چیزا رو صحبت میکنیم و کار میشه. اونا در حال جنگ با ابرقدرت‌ها هستن، یعنی اصلا ما کلا به چششون نمیایم، اصلا پول ما واسه شون اهمیت نداره. خب حالا این HFT چجوری سودآوری میکنن؟ ببینید این یک مثاله، میخوام کلی جا بیفته. میاد آقا این مؤسسه، این شرکت HFT 10 میلیون معامله انجام میده روی 100 تا سهام. 10 میلیون معامله تو 8 ساعت، چون داریم راجع به سهام صحبت میکنیم دیگه. کلا 8 ساعت یا 6 ساعت کار میکنه. فکر کنم 6 ساعت و نیم کار میکنه اگه اشتباه نکنم، ولی 8 ساعت هم نه. حالا میگیریم مثلا پیری مارکت هم اینا دارن 8 ساعت دارن کار میکنن. تو این 8 ساعت 10 میلیون معامله رو 100 تا سهام انجام میده که در مجموع 5.5 معاملهش درست و 4.5 میلیون معامله غلط میشه. در مجموع 1 میلیون دلار سود میسازه برای یک روز و در نهایت 200 میلیون دلار برای یک سال. این 200 میلیون دلار برای یک سال برای یک بانک میصرفه که ازش بیاد استفاده بکنه و مبلغ زیادی. البته این سیستم پول زیادی هم از دست میده. ببینید این برنامه ربات هست، ولی رباتیه که انسان‌ها و معامله‌گرا دارن بهش دیتا میدن و اون دیتایی که میگیره بر اساس یک سری الگوریتم شروع میکنه معامله کردن. حالا اون دیتایی که دارن بهش میدن غلط باشه، مثلا اینجا گفته اینجاها بگیره، این هر دفعه که اینجا معامله بخواد بای بزنه این داره تو ضرر میفته. و اینجوری هم نیست مثلا این متا تریدر بره اون آتو تریدینگ اون بالا رو آف کنه بعد دیگه معامله انجام نده. 24 ساعت متوقف کردن این ربات طول میکشه که اگر یک برنامه غلط باشه پول زیادی رو از دست میده. ولی چون در مجموع این سیستم ها سودای زیادی رو میسازن، معمولا اون کسی که اسخای میکنم این سیستم رو قبول میکنه باید ریسکش هم قبول کنه. معاملات فرکانس بالای دستی، یعنی آقا مثلا به جای اینکه ربات کار کنه ما خودمون بیایم بزنیم. برخی سایت ها در تایم فریم های 1 دقیقه و 20 ثانیه معامله کردن توصیه میکنن. میگن آقا بیا تو این تایم فریم معامله کن، اینجاها ستاپ های بهتری میگیری، ستاپ های بیشتری میگیری، بهتر میتونی کار کنی. بازم عذرخواهی میکنم یه مشکل فنی. 99% از بزرگترین تریدرهای دنیا هم نمیتونن بر اساس سیستم دستی کار کنن و پول شما هم به آرامی ناپدید میشه. ببینید شما وقتی که میتونید از روی همون حالا بحث‌های پرایس اکشنی بیای توی 1 دقیقه و 20 ثانیه کار کنی، ناخودآگاه اوور ترید میاره، تعداد تریدتو بالا میبره. این تعداد ترید بالا چون شما قدرت تجزیه تحلیل و تصمیم گیری تو این مدت زمان کم و تو تعداد بالا نداری، در نهایت مغزت خسته میشه و دائما تصمیمای اشتباه میگیری و این باعث میشه که پول شما هم به آرامی ناپدید بشه، به سمت کال شدن حرکت کنی و دیگه هیچی از پولت نمونه. حالا میگه چرا تایم فریم های 1 دقیقه شکست میخورن؟ اولا شما وقتی داری تایم فریم 1 دقیقه کار میکنی، یعنی اون میزان پیپ هایی که روی چارت هست خیلی کمتره. پس اگه یک ستاپی هم بهت بده که بخوای وارد چی، این حد ضرر کوچیکیه.
مثلا یک چارتی مثل داجون یا جی پی یو اس تی که با یه اشاره یهو 100 پیپ 200 پیپ حرکت میکنه، مثلا شما اینجا استاپ گوشی 2 پیپ. خب این مثلا یه اینجوری بشکم بزنه بخواد بترسونتت هم استاپت خورده. پس طبیعتا استاپ هایی که میخوری تعدادش میره بالا و استاپ هایی هم که زیاد بخوری تعدادش بره بالا، حسابت کوچیک بشه دیگه، تو اعتماد به نفس قبلا نداری، هی میترسی. این ترسه باعث میشه که دیگه ترید های درستی انجام ندی یا اصلا ترید نکنی، تعداد ترید تو بیاری پایین، چیزایی هم که مطمئنی هم ترید نکنی و این باعث میشه که دائما حسابت کوچیکتر و کوچیکتر بشه، حالا چه لحاظ روانی چه لحاظ منطقی و فنی. حسابا کوچیکه. ببینید ما حسابی که کار میکنیم همش زیر 10 میلیون دلاره یا زیر 1 میلیون دلاره حتی. چون حساب کوچیکه، وقتی تعداد استاپا زیاد میشه حساب ناخودآگاه به سمت کال شدن میره و وقتی کال بشه همونجوری که خدمت عرض کردم ترس ایجاد میشه. ترس هم ایجاد بشه دیگه اعتماد به نفس نداری و دیگه نمیتونی درست کارتو انجام بدی و توی چرخه باطلی گیر میکنی. اوکی. آقا من یه سیستم برنده پرایس اکشنی دارم. من خب این ستاپو خیلی تو تایم فریم 1 دقیقه 20 ثانیه میتونم ببینم. چرا وقتی تو 1 دقیقه و 20 ثانیه میتونم ببینم 20 تا 50 بار استفاده کنم ازش، چرا نیام استفاده نکنم ازش؟ به خاطر همینه. اوورترید میاره مغزت کشش نداره که اون حجم از ترید و اطلاعات رو بخواد تجزیه تحلیل کنه و تصمیم بگیره. تصمیمای خطا میگیری، در نهایت هی استاپ هی استاپ هی استاپ، دیگه به برنامه مدیریت سرمایه‌ت هم پایبند نمیمونی و دیگه تو بازار هم موندگار نمیشی و میتونی از بازار خدافظی بکنی و این اتفاق واسه خیلی افتاده. ببینید کسایی که وارد بازار میشن چون عمدتاً میگم با یک سری مسائل آشنا نیستن، عمدتاً به این سمت حرکت میکنن و زمانی که حساب کال میشه دو حالت داره. یا فرد میگه آقا اوکیه من دوباره میسازمش، میره حالا در بهترین حالت آموزش میبینه، خیلی کارهای دیگه انجام میده، لحاظ روانی خودش آماده میکنه، دوباره وارد بازار میشه. یا نه وقتی کال میشه میگه اینم کلاهبرداری پولمونو خوردم، من از اول میدونستم، گفته بود مثلا خالم کلاهبرداری، این آره دیگه کلاهبرداری پولمونو خوردن و ای بابا خدا نگذره از اونی که به من گفت بیام کار فارکس رو انجام بدم، کلا از بازار خارج میشه، تهش دیگه آرایشگر میشه دیگه، حالا یه سالن آرایشی یه چیزی میزنه، بعد دیگه حالا به اون فعالیت میپردازه و بعد مثلا میبینه رفیقش داره پول در میاره، چی شد این چجوری پول در آورد؟ نه بابا اینا همش کلاهبرداری و کلا توی این سیستما قرار میگیره. ما کل این حرفایی که داریم میزنیم برای اینه که شما کلا به اون سمت نری که چه بخوای دوباره شروع بکنی چه بخوای حذف شی از بازار. یعنی با این تکنیکایی که بهت میگم اگر عمل بکنی بهش واقعا تو بازار موندگار میشی و به مرحله دور خود چرخیدن میرسی، حالا تا کم کم خودتو لول اپ کنی و به سمت سوددهی حرکت بکنی. خب امیدوارم که از دیدن این جلسه هم لذت برده باشی. دیگه صحبتی نداریم دیگه. خداحافظ.